با پسری که میخواد از صفر شروع کنه ازدواج میکنین یا نه؟ اگر دوستش داشته باشم آره. دلیلش چیه؟ همه چیز سخت شده، جامعه سخت شده، آدم باید بیشتر همو درک کنن. ما دخترم الان دور زمان جور شده که ما هم باید کار کنیم، همه با هم توی سطح. نه. دلیلش چیه؟ خب بستگی به سنش داره، ولی کسی که به نظرم بخواد مثلا توی 25 سالگی به بعد ازدواج کنه و بخواد از صفر شروع کنه دیگه منطقی نیست که. بستگی داره به طرز فکرش و رفتارش و اینا هم. چرا که نبند؟ دلیلش چیه؟ دیگه جربوزش رو داره دیگه، وقتی مثلا از صفر شروع کنه با پول ددی نیومده بالا حتما این چیز داره. اگه مثلا رفتارش و کلا روابطش و اینا مثلا خوب باشه، مثلا رفتارش با من خوب باشه و اینا چرا که نه؟ بله. دلیلش چیه؟ خواهد مثلا زندگیشو از نو شروع بکنه، خب خیلی به نظر من خیلی خوبه.